به نام خدای مهربان. سلام خدمت دوستان عزیز. یسنا حسینی هستم از گروه تحلیلی مجموعه کریپتو گلکسی با تحلیل ارز SANDBTC در تایم روزانه و 4 ساعته در خدمتتونم. امروز 30 نوامبر 2020 و این ارز بعد از برخورد به سقف فالینگ وج در حال اصلاح هستش. یعنی در هفته گذشته حدوداً 50% رشد داشته بعد از برخورد به کف فالینگ وج و چون در این ناحیه مقاومتی چندین مقاومت رو با هم داریم، قیمت نتونست این مقاومت رو بشکنه، یعنی کی جنسن فلج شده و بالا سرش هم که ابر روزانه و همچنین سقف فالینگ وج، همه اینا مقاومت های مهمیه که قیمت نتونسته از اون عبور کنه. بنابراین به دید بلند مدت فعلا نمیتونیم بهش نگاه کنیم تا زمانی که این فالینگ وج رو به سمت بالا با قدرت بیشتری بشکنه. خب به تایم 4 ساعته هم میریم. در تایم 4 ساعته این ارز درون یک مثلث قرار داره و اگر بتونه این مثلث رو به سمت بالا بشکنه و این ابر 4 ساعته که نازک شده به سمت بالا بشکنه و مقاومت 274 شکسته بشه، میتونیم انتظار داشته باشیم اهداف بالاتر رو ببینه و این نیازمند افزایش حجم معاملاتیه که احتمالش کم نیست، چون ممکنه بعد از شکست این مثلث قیمت بتونه این ابر نازک و این مقاومتی که در اینجا هست رو بشکنه و به سمت بالا بره. در صورت شکستن این مثلث شما میتونید وارد پوزیشن خرید بشین. استاپتون رو میتونید زیر سطح 212 ساتوشی قرار بدین و اهداف بالاتر رو براش در نظر بگیرید. ولی در صورتی که قیمت این مثلث رو به سمت پایین بشکنه، در این صورت حمایت مهمش 212 ساتوشیه و در صورت از دست دادن حمایت بعدی به کف فالینگ وج در 166 ساتوشی خواهد رسید. ولی سناریوی اول احتمالش بیشتره، بنابراین میتونین زیر نظر بگیرین این ارز رو در صورت شکستنش وارد پوزیشن خرید بشین. ممنون از توجهتون. خدا نگهدار.